سلام دوستان، به کانال ما خوش اومدین. امروز ما اومدیم در طبیعت یکی از کوهستان‌های استان فارس. همونطور که خودتون میدونین از تنوع‌های کوهستانی استان فارس که بسیار زیاد هستن، امروز در منطقه کازرون در استان فارس اومدیم بررسی این طبیعت بپردازیم و یکی از غارهای 2 طبقه بسیار زیبا در این کوهستان. با ما همراه باشین و ازتون میخوام که ما رو همراهی کنین، کانال ما بپیوندید تا از چیزهای زیبای این طبیعت بهره مند بشیم. همین آواز پرنده ها بسیار زیبا هستن. همینطور رفته رفته به غار نزدیک میشیم. الان پایین غار دقیقا قرار داریم، یعنی سمت چپ این تپه میشه و ما الان در فصل اواخر تابستان هستیم و در بهار و پاییز این کوهستان بسیار زیبا هستش و از تنوع گیاهی خیلی خوبی هم بهره مند است. این منطقه از اوایل فصل پاییز یکی از مناطق گردشگری بسیار خوبی هم هست برای شهرنشینان نیز این منطقه که به اینجا میان و از این طبیعت بهره مند میشن. دوستان، همینطور که رفته رفته به غار ما نزدیک میشیم به جای خیلی زیبا برخوردیم که انگار روزی زندگی میکردن اینجا و سنگ هست، مثل یه حیاته، مثل این که روزی اینجا یا عشایری یا انسانی بومیای این منطقه اینجا زندگی میکردن. بسیار جای زیباییه. کم کم داریم به دهانه غار نزدیک میشیم. داخل فیلم خورده زوم کنم میتونید مشاهده کنید دهانه غار رو. بسیار زیبا است که میتونیم به جاهای زیباتری از این طبیعت با هم دیگه سر بزنیم. از تنوع جانوری این منطقه هم که بسیار تنوع جالبی هم داره میتونیم به پرنده هاش مثل بلبل هزار دستان، بلبل خرما، پرنده لوکو و قمری، کبوتر کوهی، کبوتر چایی، بسیاری از پرنده های دیگه اشاره کرد که در فصل تابستان به اینجا میان و در فصل زمستان هم تنوع جانوری بسیار زیبایی داره. جانورهای پستانداری هم که اینجا زندگی میکنن: سمور، روباه، کفتار، گرگ و بسیاری از جانورهای دیگه که در گذشته‌های دور که افراد بومی این منطقه میگفتن حتی نوعی پلنگ هم در اینجا زندگی میکرده که توسط عشایری حالا کشته شده و از بین رفته دلیل حمله کردن به دامهای اونا. غار کم کم در 100 متری ما قرار داره و تا چند لحظه دیگه به اون خواهیم رسید. با تلاش بسیار زیاد و گشت و گذار ما به دهانه غار رسیدیم. بسیار غار زیبایی هم هست. همینطور که مشاهده میکنید غار 2 طبقه است، بسیار زیباست. در گذشته های دور یا حالا افراد بومی منطقه یا عشایرها خودشون در بالای اینجا زندگی میکردن. البته پله‌ای هست و دامهاشون هم این پایین نگهداری میکردن. بسیار زیباست.
خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. ما رو همراهی کنین، ما به همراهی شما نیازمند هستیم. خدا نگهدار.